زنبیلنامه نوشته آرمان کریمی گودرزی. این 2 روزه عمر چقدر ساده به نظر می رسد. زندگی را می گویم، این طرفش تولد، آن طرفش مرگ، آن وسط هم یک چیزی به اسم زندگی. حالا در این زندگی چه می کنیم و چه می شود؟ بعضی هایش دست خودمان است، بعضی هم دست از ما بهتران. یک چیزهایی هم دست هیچ کس نیست و همینطور قضا قرتکی است. هستند مسائلی که آنقدر اهمیت دارند که خیلی ها شب و روز به آن فکر می کنند و تمام زندگی را صرف این مسائل می کنند. ریشه و دلیل زندگی، زندگی پیش از زندگی، زندگی پس از زندگی و غیره و ذالک. بعضی از اینها یک تومار سوال دارند که دنبال جوابشان هستند. آنقدر هم دنبالش می‌دوند که آخر سر یا جوابی سرهم می‌کنند یا تحقیقاتشان را تقدیم دیگری کرده خودشان زحمت این دنیا را کم می‌کنند. خب اینها کسانی اند که می‌خواهند بدانند دنیا دست چه کسی است. اما برای من و امثال من کافی است بدانیم دنیا دست ما نیست. عزیز من، ببین، به قول خیلی ها همینه که هست، کارش هم نمی شود کرد. نمیتوان عوضش کرد که بگوییم آقا این رنگیش را نمیخواهم آن رنگیش را بده. نمیتوان با آن قهر کرد. چرا؟ چون وقتمان کم است. چطور؟ خب یک حساب سرانگشتی بکنیم معلوم می شود. امید به زندگانی ما چقدر است؟ خیلی. اما فرض بگیریم زن و مرد 72 سال امید به زندگانی داشته باشند. درست که خانم ها 5-6 سال از آقایان بیشتر به زندگی امید دارند، ولی ما در هم حساب میکنیم که درش حرف در نیاید که فلانی طرفدار مرد سالاری است یا میان زن و مرد تفاوت میگذارد. گفتیم 72 سال، سالی 365 روز و روزی 24 ساعت. خب در شبانه روز متوسط 8 ساعت در خوابیم، 8 ساعت هم دنبال و سر کاریم. به طور متوسط در یک شهری مثل تهران هم 1 ساعت وقتمان صرف رفتن و 1 ساعت هم وقت آمدن به محل کار می شود. 3 وعده هم غذا داریم که با وقت تلف کردن هایش می شود حدود 2 ساعت که جمعاً می شود 20 ساعت. چقدرش می ماند؟ 4 ساعت. 4 ساعت برای زندگی کردن خودمان. خب آخر کار می کنیم که زندگی کنیم. می خوابیم که بتوانیم برای کار آماده شویم. غذا می خوریم که انرژی داشته باشیم. تمام این 20 ساعت را هدر می دهیم که آیا 4 ساعت زندگی کنیم یا نه. حالا بماند که با تلویزیون و بگو مگو با سر و همسر و دنبال خانه اجاره‌ای رفتن و برای بعضی ها که مثل من دخل و خرج نمی کنند کار دوم و غیره همان 4 ساعت را هم کوفت خودمان می کنیم. با همین حساب سرانگشتی می بینیم که از 24 ساعت 4 ساعتش زندگی است. یعنی یک ششم از 72 سال می شود 12 سال. خودم هم شوکه شدم. حالا شما بگویید کدام طرفش زندگی است؟ 12 سالی که انشاءالله دست خودمان است یا آن طرفش که به هر دلیلی می‌دویم تا برسیم؟ کدامش را باید چسبید؟